سلام، نعیم هستم و این کانال یوتیوب استاتویت نعیم است. اگر ویدیوهای قبلی را ندیده باشین ممکن است که این ویدیو رو متوجه نشین به خاطر که ویدیوها به ترتیب هستن و به هم دیگه وصل هستن. پس اگر متوجه نشدین میتونین برگردین ویدیوهای قبلی رو نگاه کنین. امروز میخوایم یک درس جدید یاد بگیریم. با ایف استیتمنت کار ما تمام شده. میخوایم سویچ استیتمنت یاد بگیریم که خیلی شبیه ایف استیتمنت است، منتها یک تفاوت خیلی کوچیک داره. به خاطر همین ما یک پکیج جدید میسازیم و اسمش میذاریم lesson 4 و برایش یک تمرین ساده در نظر گرفتم که یک ماشین حساب خیلی ساده بنویسیم با هم. ماشین حسابش خیلی ساده است، فقط دو سه تا عمل خیلی ساده رو برای ما انجام میده. ماشین حساب معمولا چطوری کار میکنن؟ این است که یک عدد میگیرن، یک اپراتور میگیرن و یک عدد دیگه میگیرن و کاری که میخوایم انجام میدن. پس این سه تا چیزی است که ما احتیاج داریم. ما یک عدد احتیاج داریم که برای فعلا 5 در نظرش میگیریم. یک عدد دیگه احتیاج داریم که اون برای فعلا 7 در نظر میگیریم و یک اپراتور احتیاج داریم که برای فعلا جمع در نظر میگیریمش. اگر یادتون باشه گفتم که if استیتمنت و سویچ استیتمنت خیلی شبیه هم هستن. یعنی ما میتونم بنویسم if پرانتز اینی سینتکس if استیتمنت بود نه. اگر من اینمی if با سویچ جایگزینش کنم شد سویچ استیتمنت. یعنی سینتکسش کاملا شبیه هست و کارکردش هم تقریبا شبیه هست، منتها با این تفاوت که سویچ استیتمنت داخل پرانتز دیگه شرط نمیگیره، کیس میگیره. خب ما اینجا کیس ما را میخوایم که اپراتور باشه دیگه. اپراتور تصمیم میگیره که ماشین حساب قرار است چه کاری انجام بده. پس من اپراتور رو میگم و میگم ده کیسی که اگر اپراتورم علامت جمع بود باید چه کار کنه؟ باید دو تا عدد با هم جمع کنه. اگر کیسم علامت منفی بود باید دو تا عدد از هم منفی کنه. اگر کیسم ضرب بود باید دو تا عدد ضرب هم کنه و اگر کیسم تقسیم بود دو تا عدد باید تقسیم کنه. ما گفتیم یک ماشین حساب می نویسیم که 4 تا کار برای ما انجام میده و ساختارش هم اینطوری بود که یک سویچ استیتمنت نوشتیم که بر اساس اپراتوری که میگیم این کار انجام بده. منتها اگر من این کد فعلا اجرایش کنم شما میبینید که چه اتفاقی میفته. این یک کمی ناقص است. فعلا من اجرایش میکنم تا با هم ببینیم. اول دو تا عدد با هم جمع کرد، برای ما چاپش کرد. بعد دو تا عدد از هم منفی کرد، بعد ضرب کرد و در آخر هم تقسیم کرد. جوابش به ما داد. دلیلش این است که سویچ استیتمنت اگر برایش بریک نذاریم این اتفاق میفته. یعنی ما باید بعد از هر کدام از اینا بریم یک بریک بگم که اگر کیسم علامت جمع بود و تو دو تا عدد جمع کردی بریک، یعنی جلوتر نرو. این یک کیوردی بود که من بعد امروز میگفتم و گفتم بریک برای وقتی است که میخوایم کد استاپ کنیم، بگیم از این جلوتر نرو، ما از این کیورد استفاده میکنیم. در سویچ استیتمنت تقریبا اجباری است. تقریبا چی که اجباری هست دیگه. اگه نذاریم خب دیدین چه اتفاقی میفته. بعد از هر کیس ما باید یک بریک بذاریم که وارد چیزای دیگه نشه، کیس های دیگه نشه. این دفعه اگر اجرایش کنم فقط اولی رو انجام میده دیگه، همه رو انجام نداد. فقط هم 12 رو برایم چاپ کرد. آمد وارد سویچ شد، اپراتور چک کرد، اپراتور علامت جمع بود، گفت پس من کیس جمع انجام میدم، این رو انجام میدم و بعدش هم بریک میگیرم. اگر من اپراتور رو عوضش کنم و منفی بذارم این دفعه میاد علامت منفی رو انجام میده، منفی 2 رو داد. یا اگر من اپراتور رو عوض کنم ضرب بذارم اینا رو با هم ضرب میکنه 35. پس وقتی سویچ استیتمنت می نویسیم بریک نباید یاد ما بره. و یک چیز دیگه هم که درباره سویچ استیتمنت هست این است که چه اتفاق میفته خب اگر من یک اپراتور دیگه بزنم. یعنی مثلا من بیم هیچ کدام از 4 تا رو نگم، علامت درصد بگم. اگر یادتون باشه این علامت
این اپراتور باقی مانده رو برای ما حساب میکرد. خب ما در سویچ استیتمنت نیومدیم میره تعریفش نکردیم نه. برای از این سویچ استیتمنت ما یک چیزی داریم به اسم دیفالت که میگیم که اگر چیزی که به تو داده شده، اپراتوری که به تو داده شده برایش کیسی در نظر گرفتن نشده، فعلا برای از علامت درصد ما کیسی در نظر نگرفتیم دیگه، ما فقط 4 تا کیس در نظر گرفتیم. میگیم اگر کیسی در نظر گرفتن نشده بود بیا دیفالت اجرا کو. در دیفالت هر چیزی میتونین بنویسین. من نوشتم invalid operator، اپراتوری که دادین معتبر نیست. نه اگه اجرایش کنم invalid operator اجرا میکنه. ولی اگر این نبود، هیچی دما نمیداد. یعنی چون کامپایلر از بالا به پایین میآید، از بالا آمد اول ایره کامپایلر دید، بعدش ایره دید، بعدش ایره دید، بعدش آمد توی سویچ استیتمنت هر 4 تا کیس چک کرد، دید هیچ کدامش اینا نیستن، کلا رد شد رفت. پس ما دیفالت احتیاج داریم. معمولا وقتی سویچ می‌نویسیم دیفالت هم برایش میذاریم. این درس امروز بود. اگر فکر میکنین که این ویدیو کمک کرد که سویچ استیتمنت یاد بگیرین یا چیزی که درباره جاوا بلد بودین بیشتر شه، میتونین ویدیو را لایک کنین و کانالم به دوستایتان معرفی کنین.